سلام خدمت هموطنان عزیزم. من خواهر زندانی سیاسی اکبر شاهرخ دانشورکار هستم. از 15 مرداد ما از شاهرخ هیچ اطلاعی نداریم و بقیه خانواده هم به همچنین هیچ اطلاعاتی راجع به شاهرخ نداریم. پدر من به شدت بیماره. مادر از وقتی که موضوع مفقود شدن پسرش رو شنیده دچار حمله قلبی شده. حتی این امکان وجود نداره که مادر من حتی صدای برادرم بشنوه. فکر میکنم این خیلی بی‌عدالتیه به خاطر گناهی که بچه‌های ما مرتکب نشدن که حکم به با این شدت و حدت بخواد راجبشون انجام بشه. من از همه خواهش میکنم صدای ما خانواده ها باشن. تا چند سال پیش من به هیچ وجه فکر نمی کردم این روزای سخت رو بخوام بگذرونم. هیچ وقت تو ذهنم نمی اومد که بیام عکس برادرم و دیگر برادرانم رو تو دست بگیرم و از مردم خواهش کنم که صدای ما باشن. جوامع بین‌المللی صدای ما باشن. برادر من و بقیه همپرونده‌ای‌ها و تا اونجا که میدونم کسایی رو که دیدم آدمای بی نهایت باسواد، بی نهایت بزرگ هستن که دغدغه‌شون فقط میهنه، دغدغه‌شون فقط زندگیه، دغدغه‌شون اینه که تو مردم آسایش داشته باشن. من از همه خواهش میکنم از جوامع بین‌المللی، هموطنان عزیزم، صدای ما خانواده هایی باشن که واقعا مورد ظلم واقع شدیم. ما خانواده ها، زندانیامون دارن تو زندان با مشکلات در دست و پنجه نرم میکنن و ما خانواده ها به یه نوع دیگه داریم شکنجه میشیم. صدای ما باشید. از همه خواهش میکنم صدای ما باشید. شاید امروز نوبت من شده، شاید فردا نوبت شما باشه. مرسی. حق یارتون باشه. خدا نگهدار.